خب به نام خدا عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزان دارم. خب به جلسه دوم سلسله جلسات فیبوناچی خیلی خوش اومدید. در ابتدای این جلسه من میخوام اون مثالی که بارگذاری کرده بودم هفته گذشته در داخل گروه رو حل بکنم. سوال گفته بود نشون بدید اگر SN مجموع جمله اول دنباله فیبوناچی باشه SN برابر هست با FN به علاوه 2 منهای 1. در واقع این FN به اضافه 2 N به علاوه دومین در واقع رشته عدد از N به علاوه دومین عضو دنباله فیبوناچی. خب ما برای حل سوال دو تا راهکار داریم. یکی این راهکاری که اینجا میخوام الان توضیحش بدم، میدونم استقراش ساده است، خیلی آنچنان روش سختی نداره، ولی به عنوان یک در واقع روش دیگه میتونیم به این روشی هم که اینجا من اشاره کردم بپردازیم. ابتداً من اومدم SN رو نوشتم F1 F2 F3 تا Fn و تعریف هم کردیم دیگه. آقا طبق تعریفی که هفته گذشته از دنباله فیبوناچی کردیم گفتیم جمله اول جمله دومش با هم مساوی هن و جفتشون یکن. جملات بیشتر از دو به این صورت به دست میان که Fn میشه Fn منهای 1 به علاوه Fn منهای 2. خب در ادامه ما میپردازیم به روش حلمون به این صورت که میایم اعداد رو به این شکل می نویسیم F1 مساوی F1 F2 مساوی F2 F3 میشه F2 به علاوه F1 F4 میشه F3 به علاوه F2 F5 F4 به علاوه F3 تا Fn که میشه Fn منهای 1 به علاوه Fn منهای 2. این تیکه رو با هم جمع میزنم. خب طبق تعریفی که از SN اینجا انجام دادم مجموع این عبارت ها میشه SN. اینها رو هم دو دسته میکنم و با هم جمع میزنم. یکی این دسته آبی رنگ، یکی هم این دسته در واقع بنفش رنگ که حالا باید نشون بدیم که اینها هم یک دسته مجزا هستن. خب ببینید F1 به علاوه F2 به علاوه F2 به علاوه F3 تا Fn منهای 1 رو من میتونم بنویسم Sn منهای Fn به خاطر اینکه اینجا ما Fn رو انگار از این دسته قرمز رنگ برداشتیم ولی به جاش یه دونه F2 اینجا اضافه کردیم چون 2 بار F2 پدیدار شده به علاوه. حالا این تیکه بنفش رنگ چیه؟ این تیکه بنفش رنگ Sn منهای Fn منهای Fn منهای 1. یعنی انگار از این قسمت قرمز رنگ من هم Fn رو برداشتم هم Fn منهای 1 که اگر این رابطه این خط رو مرتب بکنیم Sn میشه Fn منهای F2 به علاوه Fn به علاوه Fn منهای 1. یعنی دو تا Fn دارم، یه دونه Fn منهای 1 یه دونه F2. خب Fn با Fn منهای 1 میشه Fn به علاوه 1 طبق تعریفی که اینجا از دنباله فیبوناچی داریم و خود Fn با این Fn به علاوه 1 میشه Fn به علاوه 2. بنابراین Sn شد Fn به علاوه 2 منهای Fn که خب میدونیم F2 طبق چیزی که اینجا گفتیم یکه. بنابراین Sn میشه Fn به علاوه 2 منهای 1 و در واقع حکممون رو به این شکل اثبات میکنه. خب اما حالا بپردازیم به ادامه اون موضوعاتی که جلسه گذشته راجبشون صحبت کردیم. ما در جلسه گذشته در رابطه با رابطه بازگشتی صحبت کردیم ولی در واقع کارمون ناقص موند و اونم حل رابطه بازگشتی بود که در جلسه قبل توضیحش ندادیم و موکول کردیم به این جلسه. ببینید ما یک رابطه بازگشتی اگر به فرم Fn مساوی با AFn منهای 1 به علاوه BFn منهای 2 داشته باشیم یه قضیه‌ای براش صادقه که خب اثباتش به وسیله تابع مولد الان به اثباتش نمیپردازیم، ولی اگر این قضیه رو شما بلد باشید میتونید بسیاری از روابط بازگشتی رو فرم صریحش رو
به دست بیارید. و خیلی از دست سوالاتی که تو ترکیبیات مطرح میشه هم با همین رابط بازگشتی خطی مرتبه دوم به دست میاد و شما با این قضیه میتونید اونها رو به صورت صریح رابطه بازگشتیشون رو بنویسید. و نکته بعدی هم که باید اشاره کنم، حتما باید به فرم fn منهای 1 و fn منهای 2 باشه. مثلا fn منهای 1 با fn منهای 4 باشه، این رابطه و این قضیه واسش الزاما صادق نیست. خب ما برای اینکه بیایم رابطه صریح رو برای چنین تابع بازگشتی پیدا بکنیم، اول از همه یک معادله درجه دوم تشکیل میدیم که به این صورت هست x2 منهای ax به علاوه b مساوی 0، که این a و b ضرایب این رابطه بازگشتی مونه. به این معادله که اینجا هست اصطلاحاً میگن معادله مشخصه رابطه بازگشتی، میشه معادله مشخصه. مثلا یه وقت مثلا خوندید معادله مشخصه چیه، معادله مشخصه به این صورت نوشته میشه x2 منهای ax به علاوه b مساوی 0. منم اینو یه ذره تمیزتر بنویسم. خب پس x2 منهای ax به علاوه b مساوی 0 رو ما تشکیل میدیم. حالا سه حالت رخ میده. اگر معادله شما ریشه های حقیقی x1 و x2 داشته باشه که این x1 و x2 مخالف هم دیگه باشه، این ریشه مضاعف نباشن، آنگاه رابطه به صورت fn مساوی با ax1 به توان n به علاوه bx2 به توان n می باشد که دارن a و b اعداد حقیقی و ثابتن. ما باید بریم این a و b رو به دست بیاریم که حالا به دست آوردن این a و b به وسیله دو جمله اولیه که بهمون میده، n1 میدیم و n2 و بعد اون در واقع ضرایب a و b رو پیدا میکنه. اگر دارای ریشه مضاعف x1 باشد، اون وقت رابطه ما این شکلی میشه ax1 به توان n به علاوه bn، یعنی این n رو باید به عنوان ضریب جدیدی بگذاریم در x1 به توان n. و اگر دارای ریشه های مختلط به صورت r ای به توان آی تتا و r ای به توان منفی آی تتا باشد، حالا این یه مقدار حالت خیلی خیلی خاص‌تریه و نیاز داره که شما با نمایش قطبی اعداد مختلط آشنا باشید. البته چیز خیلی خاصی نیستش نمایش قطبیشون، ولی باید به این فرم اولا اعداد مختلط رو بنویسید، بعد رابطه بازگشتیتون به صورت fn r به توان n a کوسینوس n تتا به علاوه b سینوس n تتا میشه که باید برید و باز مثل شماره 1 و 2 ضرایب a و b رو تعیین کنید. خب حالا ما تو این بخش میخوایم با استفاده از این قضیه رابطه صریحی برای اعداد فیبوناچی بنویسیم. اینجا می نویسیم مثال رابطه صریح برای دنباله فیبوناچی. خب من دوباره به عنوان حال تکرار مکرراته ولی باید اینا رو بگیم دیگه. دنباله فیبوناچی رو معرفی میکنم اینجا. دنباله فیبوناچی f1 مساوی، حالا fش رو کوچیک بنویسیم، f1 مساوی f2 مساوی 1 fn، حالا fn مساوی با fn منهای 1 به علاوه fn منهای 2 به ازای هر n بیشتر از 2. خب میام مثل قبل ابتداعاً معادله مشخصه رو تشکیل میدم با توجه به اینکه
آ و ب ما جفتشون یک هست و با هم مساویه، معادله مشخصه چی میشه؟ معادله مشخصه به صورت x2 منهای x منهای 1 مساویه با 0. یک چیزی رو همینجا بهتون بگم، این معادله مهمیه و ما باهاش خیلی کار داریم. اسمشو میذارم معادله ستاره. ما توی این در واقع پروژه فیبوناچی چندین بار دیگه این معادله رو خواهیم دید. حالا فعلا کاری باش نداریم، میپردازیم به رابط بازگشتی خودمون. x2 منهای x منهای 1 مساویه با 0. خب ریشه هاشو پیدا کنیم. ریشه ها دیگه با فرمول دلتا به راحتی مشخص میشه. 1 به علاوه رادیکال 5 دومه و 1 منهای رادیکال 5 دوم ریشه های معادله x2 منهای x منهای 1 مساویه با 0 هستن. خب من میتونم پس بگم fnم مساویه با a 1 به علاوه رادیکال 5 دوم به توان n به علاوه b در 1 منهای رادیکال 5 دوم به توان n. حالا باید برم این n ها رو پیدا بکنم. با توجه به اینکه f1 و f2 رو دارم میتونم این n ها رو به راحتی پیدا بکنم. خب n مساوی 1 میدم. خب f1 هم مساویه با a در 1 به علاوه رادیکال 5 دوم به علاوه b در 1 منهای رادیکال 5 دوم مساویه با 1. n رو 2 میدم. f2 مساویه با a در 1 به علاوه رادیکال 5 دوم به توان 2 به علاوه b در 1 به علاوه رادیکال 5 دوم به توان 2 مساویه با 1 هست. که اگر شما این دستگاه معادله رو حل بکنید به نتیجه میرسید که a مساویه با b مساویه با 1. بنابراین fn برای دنباله فیبوناچی می شود 1 به علاوه رادیکال 5 دوم به توان n به علاوه 1 منهای رادیکال 5 دوم به توان n. خب ما تا اینجا در رابطه با فرم بازگشتی صحبت کردیم. در ادامه وارد خود عدد طلایی خواهیم شد. یکی از جاهایی که اعداد فیبوناچی رو ما در جایی به غیر از ریاضی دیدیم توی عالم خلقت بوده. البته خب این مبحث خلقت و ارتباطش با عدد طلایی و عدد فیبوناچی خیلی مسئله وسیع تریه که من در خلال این جلسه بهش میپردازم، ولی به عنوان یک شروع میتونیم به دیده شدن اعداد فیبوناچی در تعداد گلبرگ های بعضی از گل ها بپردازیم. توی در واقع گل های مثل برگ بیدی، آلاله، ستاره همیشه بهار، مینا و مروارید تعداد گلبرگ ها اعداد فیبوناچی بوده که خب این یه نکته جالبیه. هم 3، هم 5، هم 8، هم 13 و سایر اعداد جملاتی از دنباله فیبوناچی هستن. و اعداد فیبوناچی رو شما میتونید در واقع مثلث خیام هم ببینیدشون. اگر شیب این خطوط موازی رو با یک مقدار خاصی انتخاب بکنید، وقتی با هم جمع میزنید اعداد رو، اعداد فیبوناچی حاصل میشه که باز خود اینم یک
در واقع علتی داره و اون علتش برمیگرده به روابطی که این اعداد دارن و چگونگی ساخته شدن این اعداد داخل مثلث خیام، یعنی اثبات میشه کردش. و البته منظورم به این که اثبات میشه کردش اینه که یه چیز شانسی نیستش، قاعده داره و قانون داره. خب یه نکته ای رو ما خوبه بهش اشاره بکنیم و اونم اینه که داخل در واقع این بحث دنباله فیبوناچی و عدد طلایی ما به یک سری رابطه هایی میرسیم بین نسبت دو عضو متوالی دنباله فیبوناچی. منتها قبل از اون که من وارد این بحث بشم، ابتدا خود عدد طلایی رو در رابطه باهاش صحبت میکنم، بعد دوباره میام این قسمت و یک قضیه رو هم اثبات میکنم. اول از همه ما تازه میایم سر نسبت طلایی. میخوام ببینیم آقا نسبت طلایی یعنی چی و اصلا کجا به وجود میاد. گفته شده نسبت طلایی یا عدد فی که با این حرف یونانی نمایشش میدیم در ریاضیات و هنر هنگامی رخ میدهد که نسبت بخش بزرگتر به بخش کوچکتر برابر با نسبت کل به بخش بزرگتر باشد. ببینید اینجا یه پاره خطی کشیده شده، درسته؟ نسبت B به A یعنی بخش کوچکتر به بخش بزرگتر برابر با کل این بخش، برابر با این قسمت بزرگتر به این کل بخشمون. خب حالا من میرم یه مقدار توی این اسلایدا جلوتر تا برسم به اون در واقع معادلاتی که ما میتونیم به کمک اون این عدد طلایی رو به دست بیاریم. خب ما میایم ابتداً از تعریف هندسی یا حالا ریاضی که در اون اسلاید قبل در واقع استفاده کردیم شروع میکنیم به دست آوردن این عدد فی. خب بیایید ببینیم که چطوری میتونیم عدد پیدا بکنیم. اینجا ما نوشتیم آ به علاوه بی بر روی آ مساویه با آ بیوم. من برای این که یه مقدار روی این موضوع توضیح اضافه تر بدم اجازه بدید که مستقلاً بیام و در این بخش اونها رو بنویسم. خب این قسمت دنباله های شبه فیبوناچی رو ما میاریم پایین تر میذاریم، میرسیم به عدد طلایی. عدد طلایی. خب ببینید طبق تعریف گفتیم هرگاه توی یک سیستمی نسبت بخش کوچکتر، اینجا رو بذاریم ب، اینجا رو بذاریم آ، نسبت بخش کوچکتر به بخش بزرگتر برابر باشه با نسبت آ یعنی بخش بزرگتر به کل، ما میگیم اینجا عدد طلایی یا فیبوناچی به دست اومده. منتها چون که ما عدد طلایی رو عدد بیشتر از یک در نظر میگیریم، این کسر رو من معکوس میکنم، یعنی مینویسم آبیوم مساویه با آی به علاوه ب بر روی آ. معکوس کردم، همین چیز خیلی کار خیلی خاصی انجام ندادم. خب من مساویه با یک ایکسی میذارم، میخوام برم این ایکس رو پیدا کنم، یعنی در واقع میخوام پیدا کنم این آ و ب باید نسبت به هم چه مقداری داشته باشن تا عدد طلایی
به دست بیاد. خب نتیجه میگیرم که آبیوم مساوی x شد. اینجا می نویسم x مساویه با این آی به علاوه بی بر روی آ یه دونه یکه، یعنی آ آم به علاوه بی آم. خب مگه آبیوم x نبود؟ بی آم چی میشه؟ یک ایکسوم میشه. که اگر این معادله رو من مرتب بکنم به این معادله درجه 2 میرسم. x2 منهای x منهای 1 مساویه با 0. اگر خاطرتون باشه یک جای دیگه من این معادله رو به دست آوردم و اینجا بود توی قسمت قبل و من دوباره به این معادله ستاره برای بار دوم رسیدم. ما خیلی با این معادله در جاهای دیگه باز کار داریم. خب پس از اینجا نتیجه میگیرم که x مساویه با 1 مثبت و منفی رادیکال 5 تقسیم بر 2. طبق همون در واقع صحبتی که بالا کردیم، ریشه هاش یکی به علاوه رادیکال 5 و یکی منهای رادیکال 5 دومه. منتها ما ریشه مثبت رو برمیداریم. بنابراین x مساویه با 1 به علاوه رادیکال 5 بر روی 2. خب ما به این 1 به علاوه رادیکال 5 میگیم عدد طلایی یا عدد فی که با این حرف یونانی نمایشش میدیم. بنابراین هرگاه دو جزئی شما داشته باشید که این نسبت بین اون دو جزء باشه، میتونید بگید که اون دو جزء نسبت به هم دارای نسبت طلایی هستن. خیلی این بچه‌ها و دوستان عزیز نسبت طلایی توی طبیعت دیده میشه و یکی از اصلا اصول عکاسی و ساخت لوگو برای برندها استفاده از همین نسبت طلایی، به خاطر اینکه ناخودآگاه چشم ما و مغز ما اشیایی که این نسبت توشون به کار رفته رو خیلی قشنگتر میبینه. من یه سری نمونه هاشو مثلا بخوام بهتون نشون بدم توی حالا این اسلایدی که قدیمتر من درست کردم، مثلا توی در واقع مثلا توی لوگوها داره از این نسبت طلایی استفاده میشه. این مارپیچ فیبوناچی، حالا در ادامه بهش میپردازیم. توی لوگوی اپل مثلا از همین نسبت‌های فیبوناچی استفاده شده. اینجا مثلا تو لوگوی تویوتا قشنگ مشخصه. این 1/618 هم که اینجا آوردیم مقدار تقریبی 1 به علاوه رادیکال 5 تقسیم بر 2 1/618 هست. و در واقع میگم یکی از در واقع روش‌های عکاسی و ساخت کارهای هنری استفاده از همین نسبت طلاییه که مثلا تو ساخت این ساختمون مشهور یونان هم از این نسبت استفاده شده. حالا این مستطیل ها و این مارپیچ ها بحث بعدی ماست که من تو ویدیو بعدی انشاءالله توضیح میدم که این مارپیچ فیبوناچی چی هست. خب میرسیم به رسم مارپیچ فیبوناچی. یکی از واقعا شگفتی های بسیار بسیار جذاب اعداد فیبوناچی و عدد طلایی همین مارپیچ فیبوناچیه که در طبیعت بسیار بسیار دیده شده و اصلا مبنای ساختار خیلی از موجودات این مارپیچ فیبوناچی که حالا اینجا در واقع به صدف حلزون فقط اشاره میکنه، ولی من در ارائه خودم در جلوتر به مخلوقات دیگه و حتی بدن انسان هم اشاره خواهم کرد که درش این مارپیچ فیبوناچی به کار رفته. حالا من هی نکته‌ای بود وسط فیلم استوب میکنم و میگم بهتون. خب
فیلم رو با هم ببینیم. حالا یه ذره میزنم جلوتر، خیلی رفتیم جلو. ببینید این کاری که میکنه اینه که میاد این اعداده که ما راجبش صحبت کنیم، هم عدد فیبوناچی رو مینویسه. خب 1، بعد 1 دوباره 2 3 5 8 همجوری الی آخر. بعد میاد یک سری مربع به طول این اعداد فیبوناچی رسم میکنه. ببینید با هم. بعد که رسم کرد، این شکلی که به وجود میاد همون مارپیچ فیبوناچیه که ما راجبش صحبت میکنیم. حالا من کل فیلم رو نمیخوام در واقع توضیح بدم و ببینیم، همین این بخشش بیشتر در واقع مورد نیاز ماست. همونطور که دارید میبینید این شکل داره به یک حالت صدفی طور نزدیک میشه. خب من این ذره زدم جلوتر تا حالا بپردازم به این در واقع بحثی که اینجا میخواد با ما انجام بده. خب میبینید که این رسید به یه مستطیلی و اون مستطیله رو که در واقع نسبت طول و عرضش رو حساب کرد شد این عدد فیبوناچی ما. حالا خوبه ما یک اشاره هم اینجا داشته باشیم به همون موضوع خودمون که در واقع دنباله های شبیه به فیبوناچیه. علت این که این مارپیچ در واقع اون مستطیل طلایی رو شکل میده و در بی‌نهایت اضلاع اون مستطیل در واقع نسبتشون میشه نسبت فیبوناچی، یک قضیه ریاضی داره. ببینید اون مارپیچ فیبوناچی رو که اون تشکیل میداد به این صورت به این صورت همجوری میرفت جلو، نسبت این قسمت به این قسمت رو که میگرفت در واقع نسبت 2 تا عضو متوالی از فیبوناچی بود، برای اینکه اون شعاع‌هایی که میزد اعداد فیبوناچی بودن. یه قضیه ای رو میشه خیلی راحت اینجا اثبات کرد و اونم اینه که هر دنباله شبیه فیبوناچی، یعنی مثلا بگیم یه دنباله داریم، دنباله فرضی AN چطوریه؟ A1 و A2 عضو R هستن و به ازای هر n بیشتر از 2 AI می شود AI منهای 1 به علاوه AI منهای 2. شما A1 و A2 رو یه عدد دلخواه اختیار میکنی و باقی اعداد رو به همون صورت فیبوناچی میسازی. ما میتونیم ادعا بکنیم حد n به سمت بی‌نهایت AN به AN منهای 1 همیشه و اصلا مستقل از این که این 1 و 2 چه چیزی انتخاب بشن میشه عدد طلایی. اثبات اینم خیلی راحته. میایم چیکار میکنیم؟ میایم از همین رابطه استفاده میکنیم، طرفین رو تقسیم بر آی منهای 1 میکنیم. یعنی می‌نویسیم آی به آی منهای 1 مساویه با 1 به علاوه آی منهای 2 بر روی آی منهای 1. حالا اگه دقت بکنید من
آی رو به سمت بی‌نهایت اگر میل بدم، من اگه آی رو به سمت بی‌نهایت میل بدم میشه لیمیت آی به آی منهای 1 مساویه با لیمیت آی به سمت بی‌نهایت 1 به علاوه آی منهای 2 بر روی آی منهای 1. درسته؟ حالا دقت بکنید به این در واقع حد. این حدی که این قسمت قرار داره، اگه اسمشو میذارم L، اسم اینو میذارم L، من میتونم ادعا کنم لیمیت آی به سمت بی‌نهایت آی منهای 1 به رو آی منهای 2 بر رو آی منهای 1 میشه 1 الوم. چرا میتونم اینو ادعا بکنم؟ برای اینکه اینجا دارم نسبت دو عضو متوالی رو میگیرم به صورتی که عضو بزرگتر تو صورت اومده. اینجا هم دارم در واقع انگار همون کار رو میکنم، چون آی داره میره به سمت بی‌نهایت. عملا اینها خیلی کسرایی به هم نزدیکی هستن، فقط نکتهش اینه که تو اینجا عضو کوچیکتر اومده تو صورت قرار گرفته. برای اینکه این آی و آی منهای دو تو بی‌نهایت عملا یک عدد هستن، من میتونم نتیجه بگیرم که این المنت میشود 1 به علاوه 1 الوم، که اگر اینو مرتب بکنیم باز دوباره همین معادل ستاره تشکیل میشه. L2 منهای L منهای 1 مساوی 0. اگر بخواد این حالت همگرا پیدا بکنه، اینم بهتره عضو آر مثبت بگیریم. این الما اگر حالا آ1 و آ2 رو عضو آر مثبت بگیریم، الما دقیقا همون عدد 1 به علاوه رادیکال 5/2 خواهد شد. شما میتونید با هر عدد مثبتی این کار رو شروع کنید. من حالا اولش باید میگفتم اینا مثبت، چون اگه منفی باشن یه ذره داستاندار میشه، ولی خب اون در واقع منفی ها علتش هم به خاطر این میگم منفی نگیریم که اون وقت یه وقت باید مثلا شیشه منفی اینو در نظر بگیریم. ولی اگر آی و آ2 رو عضو آر مثبت بگیریم، دیگه با خیلی راحت میتونیم بگیم این عدد فی میشه. ما حالا مثلا تو همین ارائه‌ای که اون سال انجام داده بودم، اگر بیارمش برای شما، تو این قسمت ما یک دنباله‌ای رو دلخواه گرفته بودیم. اینجا بودش، اگر پیداش بکنم خیلی خوب میشه. خیلی عذر میخوام. آها، اینجا بود. یه دنباله‌ای رو در نظر گرفته بودیم، 16 16 32 48 80. این دوتا عضو اولیش با 16 شروع شده. اینجا اومدیم و نسبت دو عدد متوالی رو گرفتیم، میبینیم که داره هی به عدد 1/618 نزدیک میشه. تو بی‌نهایت دیگه دقیقا میرسه روی همون عدد، به همون عدد. شما میتونید با هر عدد دیگه اصلا گنگ و گویا، یعنی شماره اولیتون رو گنگ بگیرید، شماره دومی رو گویا بگیرید. شاید تو شماره های اولی که می نویسید نسبتشون 1/6 نشه، ولی به مرور که این دنبال جلو میره به عدد 1/618 همگرا میشه. اگر البته دنباله بازگشتی شما، خیلی تاکید میکنم اینجا حتما باید بنویسیم، دنباله بازگشتی باید شبیه فیبوناچی باشد. فارغ از این که این آی و آی 2 رو چی انتخاب میکنید، اون در واقع حد در بی‌نهایت برقرار خواهد شد. خب این بخشم به پایان میرسه اینجا.